سلام و درود، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. دیگه اومدیم که داخل این ویدیو یک سری از لگوهای ماینکرافتی رو سرهم کنیم و بهشون نمره بدیم از نظر زیبایی، سختیش و دردسرش و ولی قبل اینکه ویدیو رو ببینیم حتما لایک کنید، کامنت بذارید، ساب کنید، زنگوله رو فعال کنید که خیلی به من انرژی میده. پس بدون معطلی برو بریم. خب بریم برای لگوی اولمون که یه درخت هست، یه زمین داره و یه درخت و یه آدمم داره که حالا اون آدم رو حالا میاریم. ما برای شروع اول از همه از زمینش باید شروع کنیم دیگه. این گلشه، این زمینشه و اینا فکر کنم چستشه. این اصلا شبیه چست نیست ولی چسته. خب آقا اگه این زمین باشه، خب داخل 4 تاش قرار درخت قرار بگیره دیگه. وایسا من بیارم. درختشه. این الان زمین درختشه. خب مثلا بیس کار درختمون میشه این شکلی. ببین آقا، این میشه بیس درخته، آره دیگه، پای درختمون. اول از همه چیزشو درست کنیم. درست شد. هر جایش هست ما اینو میذاریم همون جایی که میذاریم اینجا. کنار این گذاشتم، چه سری گذاشتم کنار درخت. البته فکر نکنم این بگیره، گیر میکنه، مهم نیست. حالا جاشو بعدا تغییر میدیم. خب این برای گلشه. اول از همه گلشو میایم داخل این میذاریم. نه از گلش. خب حالا گلش رو ما میتونیم بذاریم ایور به این شکل. این برای این زمین اینجا، ولی نظریم قشنگتره چون ناکن اینو الان اینجا مثلا فکر کن درخت قرار بده مثلا بالا. اینجا گوله، نمیتونم بزنم رو گول. پشما حاجی، بریم سراغ درختش دیگه. این از زمین و بیس کارمون. برای درختش اینجا یه سری ملات داریم. اگه بیارم، خب اینجا من اینا رو میارم. اینا رو میاریم. اینم هست، درسته؟ آقا این الان برای تنه درختمونه، درسته؟ خب آقا ما اینو میگیریم میچینیم، ببینیم در چه حد میتونیم بسازیم و بریم بالا. که اینجا قرار میگیره این شکلی. یه دونه از این مشکی ها حالا میاد این جلو، یه دونه سفید اینجا، که اینجوری مثلا یه دونه مشکی داشته باشه. این درخت برچاست فکر میکنم. حالا یه مشکی مثلا اینجا گذاشتیم، یه دونه اینور مخالفش باید بذاریم دیگه، مثلا اینجا. پس این دوتا سفیدی هم باید بیاد این رو یا این وری، فرقی نمیکنه، میاد اینجا. آقا این هم که میاد این رو و این دوورم میاد اینجا. دوتا پا داره، پایه داره. این از تنه درختمون. این برای ادامش روش یه دونه از اینا باید بیاد. از اینا باید بیاد یه دونه که به این شکل فرو میره داخل. این الان شد. حالا دوباره خب ما این ور و اون ورش دوتا از این سبز تیره ها داریم که میاد این ور و اون ورش به این شکل. ببین این آقا اینجا روی این احساس میکنم یه دونه اینم میاد دیگه. اصلا این واسه سرش بود ولی احساس میکنم این دوتا سبز رو اشتباه زدم، بعد اون برش بزنم. این تا اینجا دوتا دیگه هم داره، دوتا سبز روشن هم داره. فکر کنم جاش اینجاه حاجی. حاجی این درخته شد ولی یه مشکلی داره احساس میکنم.
آقا بیا. این از درختمون و یه چست هم کنارش داره و خیلی زیبا و قشنگ. یه دونه آدمک هم داشت، بریم آدمکش هم بیاریم. 2000 years later. خب آقا این درختمون بود. الان آدمش هم آوردم، فقط آدماش دیگه همین شکلی بود، یعنی آماده، یعنی پاهاش برق رفت. اینجا پاهاش حالا آماده بود، دستاش هم حالا بازاش آزاده بوده، فقط ما باید این موچاش رو بزنیم و کلش رو بهش وصل کنیم. ولی آره دیگه این شمشیرم میدیم دستش. بیا. این شد از نتیجه کار. اینو میذاریم اینجا، بذاریم این رو. دیدی پلیر بالای درخت اسپان میشه. خب آقا یه گاو هم داشت، بذار گاوش هم بیاریم درست کنیم. خب آقا اینم از گاوش و الان هم باید گاوش رو درست کنیم. این سرشه، این تهشه، این کوچه به کوچه، دونه به دونه. آقا این یه دونه دایره چارتاییه که این دوتا فکر کنم باید این ور اونورش مثل پا در بیاد این شکلی که مثلا چهار تا پا. این سرشو باید بذاریم این رو یکی از این لبه ها وصل کنیم که سرش قرار بگیره این شکلی. حالا اینجا کمرش فرو رفته، یعنی ببین این شکلیه. ما اینم میزنیم اینجا که کمرش بنده خدا سالم بمونه. این هم از گو ما، گومونم میذاریم اینجا این شکلی. آقا اینم از نه یه دقیقه وایسا، من جای این دوتا رو فکر کنم عوض کنم بهتر باشه. اینم از لگوی ماینکرافتی ما، زیبا و جذاب. یه دونه پلیر داره اینجا که یه شمشیر هم دستشه. اسکنش خیلی جالبه، اسکنش زنبوریه. این چس نیست بچه، این فهمیدم چیه، این چیز کندوه، فقط این چرا توسیه مهم نیست. یه درخت برچ داره، یه گل داره. این سرش هم خودم نتونم یه دونم گو اینجا داره که کمرش هم درست کرده بود. خب آقا اینم از لگوی ماینکرافتی ما. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو رو همراه داشتید و اگر که این سبک رو بیشتر دوست داشتین بازم به داخل کامنت بگین که من این لگو بگیرم و بیارم و درست کنیم و ویدیوشو ضبط کنیم و حرفی دیگه نمیمونه تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.